میگن ایران قبل از انقلاب 57 مدرن و پولدار بود، پس چرا مردم انقلاب کردن؟ این روایت ناقصه. ایران قبل از انقلاب به صورت یک دست مدرن یا ثروتمند نبود. دولت و دربار ثروت و منابع داشتن، اما بخش بزرگی از جامعه از این رشد سهمی نداشت. روستاها از بهداشت و خدمات محروم بودند، مهاجرت گسترده به شهرها حاشیه‌نشینی ایجاد کرد و در نتیجه این شکاف طبقاتی کاملا قابل مشاهده بود. همزمان راه‌های اصلاح سیاسی هم بسته بود. احزاب واقعی وجود نداشتند. مجلس قدرت محدودی داشت و ساواک هر نوع اعتراض یا سازمانیابی مستقل رو سرکوب می‌کرد. انقلاب 57 از ابتدا یک حرکت مذهبی یک دست نبود. لیبرال‌ها، چپ‌ها، بازاری‌ها، دانشجوها، هر کدوم از اینها با اهداف متفاوت وارد صحنه شدند. نقطه اشتراک همه مخالفت با ساختار قدرت موجود بود، نه توافق روی یک ایدئولوژی مشخص برای بعدش. بعد از خروج شاه خلأ قدرت به وجود اومد. نیروهای سکولار و غیر مذهبی، سازمان منسجم، شبکه‌های سراسری و نهاد آماده نداشتند. در مقابل روحانیت از قبل شبکه اجتماعی، مالی و سازمانی داشت. نهاد ساخت و قدرت اجرایی گرفت و انقلاب وارد مرحله تثبیت قدرت شد. انقلاب 57 نه مذهبی بود نه اقتصادی. ترکیبی از نابرابری، سرکوب و بی‌اعتمادی به امکان اصلاح بود. درس تاریخی اینه: اعتراض بدون توافق روشن درباره بعدش میتونه مسیر رو باز بکنه که دیگه کنترلش از دست مردم خارجه.